سلام دوستان، به اولین جلسه آموزش فارکس خوش اومدید. اینجا قراره با هم از پایه شروع کنیم و قدم به قدم جلو بریم تا به جایی برسیم که بتونیم مستقل تحلیل و معامله کنیم. اگه هیچ پیش زمینه‌ای ندارین نگران نباشید. من این دوره را طوری طراحی کردم که همه چیز رو ساده، عملی و کاربردی یاد بگیرید. پس با من همراه شین، چون از همین حالا قراره یک تغییر بزرگ شروع بشه. توی این جلسه اول میخوام بهتون بگم قراره توی این مسیر آموزشی دقیقاً چی یاد بگیریم و چطور قدم به قدم جلو بریم. از جلسه بعد وارد مفاهیم اولیه بازار میشیم، جایی که ساختار کلی فارکس، اصطلاحات پایه و منطق پشت بازار آشنا میشیم. بعدش با هم روش نصب بروکر و متاتریدر رو یاد میگیریم تا ابزار کارمون آماده بشه. بعد از اون وارد فاز عملی میشیم. با هم یاد میگیریم چطور چارت بخونیم، محدوده‌های حمایت و مقاومت رو بشناسیم، پیوت ها، اوردر بلاک ها، شکست ها و تاییدیه های کندلی رو تحلیل کنیم و در نهایت چطور با برنامه و استراتژی وارد معاملات واقعی بشیم. همه چیز رو از پایه و با زبان ساده جلو میبریم. پس اگر واقعا به دنبال ساختن آینده مالیتون هستید، این مسیر میتونه نقطه شروع قدرتمندی برای شما باشه. با من همراه باشین، قراره با هم پله پله جلو بریم تا به هدفمون برسیم. با رشد پیروزی نزدیک.